با سلام به دوستان نزدیک انتخابات، به خاطر کمک به هم دیگه، به خاطر اینکه یک مشت محکمی به دهانین یا به گویان بزنیم، به خاطر اینکه نذاریم این قشر آخونداش در کارشون موفق بشن و این در انتخابات فرمایشی پیروز بشن، بیاین واسه یک بار هم شده به هم دیگه کمک کنین. من راننده یک ماشین کامیونم، چند قد کار باید بکنم، شب روز اسیرم، همون پول لاستیک و نمیدونم وسیله یدکی اینا نمیشه. خواهش میکنم در این انتخابات فرمایشی شرکت نکنین. مرگ بر دیکتاتور. دوستان خیلی اینا از جوونا رو کشتن تو سال 62، سال 67، سال 88، سال 98، همین تیر ماه قبلی چقدر از جوونا رو کشتن. شما فکر میکنید این جوونا غریب بودن؟ آیا از خارج آوردن؟ نه، این بچهای خودتون بودن. خواهش میکنم به خاطر همدلی، هم خونی، هم ولایتی، هم محلی، هم مملکتی هم که هست، به هم دیگه کمک کنین. نذارین این یا بگویم بیان رأس حکومت. اون روز بیاین در خونه ها بمونین، اون روز برین، اگرم بیرون میخواین برین دور هم نشینی کنین. نذارین هیچ احدی توی این انتخابات شرکت کنه. شما خودتون میدونین انتخاب شده هست، احتیاج به شرکت منتون نیست. بس بیاییم به خاطر ارزش به خودمون، به خاطر خون شهدایی که واسه اینا داده شد، جلوی این بی‌بنده‌باری اینا رو بگیریم. نذاریم از این بیشتر خون مردم رو تو پیاله بکنن. خواهش میکنم، منم از خودتونم، من که خودم شخصا، خانوادم، دوستانم، تمام اونایی که میشناسم همه با من همراهین. حتما هم اینجوریه. شما هم بیاین کمک بکنیم که نذاریم این ملاهان آخوندان انقدر مردم رو اذیت کنن. خیلی ممنون. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور.